نه بسره ها بیکاره ها همین های دقیقه جخ تو درس را بیه چی کار ده؟ وزو کار پیدا کردم کار میکنه من بگم من برم تو به درد ما نمیخوری تو گیلک صدا کن گیلک کار صدا کن چی وزو کار یافتم برو بگو عباس آمده چرا مثل مرد بری کده خودت میکنی؟ بس سکر میدی که خواهد رفت تو معتاد کنه دام سرا و تو عقل کمال نداری که او به خونهش که نیه همسای مانه بگو بیای به خونه خب تو دام سرا رسده خوندنها رو هم گوش کشه دام سرا معتاد برو بگو بیا چی نگو کار بیدا کده وخی نگید وخی بده ای سلسله برای در اشکان بلکه بیا بشی بسی خیلی نکن بیا بشی اشتری هم باسه خیلی هم خیلی شیر مادر تو چیه؟ ها؟ ما کار پرکش نگیدی شب باور میکنیم بش چینگ پیران رو به جویده ایده سیکو تو با چی شرکتی دگه؟ ها؟ اختار سیکو میشه جان اینا بخی رو تا هفته برم ندیده نیه؟ نه امرو وقت کردو عروسون نرو امرو وقت کردی گیلا چند دیگه دوستیم دیدی؟ یه به 5 سال 5 سال آره یه گیلا ایت امی تو بخوری این تابله خیلی سوی نمیفروشی این تابله از تو بخرم کی؟ تابله او نمیفروشی میفروشی نباشه عروسی تو باشه میام خوندن میکنم گاهی وقت رو میبینم و کچه هم گیری میشی خدا این تابله نه ما تا کچه هست خاله کرشمه میشه رسیدی بیرو ما گیله جو خمدار میگذارم بیعک کنم من برام مرای کرد به در سراشم تشکر رو پیش گیله به خاطر از یه مدت که تو آدم غریب مسکینی دیگ باور کرده که 100% بلند نه من باشه میتونی دیگه باور کنم نیه که 50 خورم عرض بخوری ما یک آشپز هم شرکت داریم خب این ترسم ما مشوری آشپزی میکنه یک روز ما به دفتر و شرکت اون نخونه بست هر روز که در دل میشونه یک شور بود یک نکنه تاین نسوار ببازه نسوار هم بدتر که کسی نمیخور من دیگه باور میکنم که تو به تو بگم اگه 50 خورش لگه سیبی بری از این جگه غلط نکنی دیگه دل و سلامت گیلک برام رمضان گفته که درس را میگید نکنه گیلک میفهمه که میاد همینجا آشپزی میکنم شرکت ما که ما این ماما رخصت کنیم که برای اینه مردم به پا خوب یه میمه من زده برو میشته ما برای یک لقمه نان چربی لنگا مکنده شو بروز گیلک امیگاه شرکت خوب فقط دیگه بابا آشپزخونه خوب تمیزی هست دیگه هیچ کار نمیکنی عباس یک ذره با اشتبیه شو
اشتبیه مترا خود ما اشتبه آخمو کمسایتونه خود نه شما نگهان نداری نگهان؟ آه خب مثل کن شما پیشی او هم نمیترسه حالا تو بسته که چیکار میگیم اینجا؟ خب یک ذره لنگن نشون بیا از لنگ هم ندارم همسای شما نیم ما میفهم ما به چی میاییم؟ هر روز که میاییم یه روز بیاییم یه روز نمیم و گیل همون به دست خود تو دیگه این مردم با شکل میاد کار میکنشته بره سراغ خوبه تو گفت زمین فهمی دیگه بله یک سکیلو چند دیگه ماش میدادم برای خود برام گپ بزن بفهمید یعنی تا دیگ خوی به بالا بکنم اونجا بمونی دیگه تا ما تا شرکت به پای تو اونجا بمونی شرکت شما چه تا روز قیامت به خوب شما تا روز قیامت بستو ها اگه دیگه بار کنید شما باشه با تو ماش بله سلام بشین این تا هر ولی نه دیگه برام دیگر دیگر داره بار کنه که باید تا دیگه بلسه یادنی نکن تا دیگه هم بیستیده بشه کلی از نو تا دیگه دوی رو میده گیلک جو میشه وقت جلو رو میلاده بله اما نمیدونم تو مستقیم به شرکت شما ما بیاد به شرکت میرسیم تو رو خود خونه برمان بگم اینجا بشی خوبه نازه نه این تقلیه ماما بله برات شما میگیش ما همین بانجوری میاد میشیرم چاش نزدیک شده تیار کنم خب خیره باشه بیم شما ماما بله بفرمایید سیگل ماما بله شما مدت سن ما میشیم اینجا پیش ما کار میکنیم بله به ایس پدر مانه فرق نمیکنه بفهمیدیم کارمند مانه به ایس پدر مانه من یک 4 کلمه گپ به شما بگم به شرطی که از ما دق نشیم نه چرا دق شم اگر دق شیم از ما که ناراض باشیم که ما میگیم نمیگم شما خدای نکرده ما تو دل که نمیدیم نه شما تاج سر منه سه کنیم ماما جان سه ما میشه شما اینجا بیامدیم پیش ما کار میکنیم به عنوان آشپز هر روز که شما مثلا دیگ بابا کردیم یک روز هر روز دیگه گنده تر بوده یک روز بینمک بوده یک روز شور بوده یک روز پرروغن بوده یک روز سوخته بوده بالاخره یک روز ما دیگه الده نخوردیم از دست شما خود شما هم قبول داریم ما از اون وقتا ما اول ما شما بگم دیگه نه گفتم بلکه میته به مرور زمان شما هر روز که دیگ تیار میکنیم درسته ما میفهم شما یاد نداریم بی‌ترتر شیم متاسفانه که شما ما جو بدتر شده بفهمیدیم حالا که هم اگه شما دق نمیشیم نه چرا دق شما بعضی می همسایه ها ما یکی بچگت ساده تره منطقه دیگه پایه یاد داره بابت کرده امیر گفتم اگه اجازه شما باشه شما دق نشیم به جا شما امیر بیاریم اینجا استخدام کنیم مشکلی نیه کاکا کارگری مردم طوری نیه تا هر ساعتی هستیم نخواستیم میریم برد کار کنیم دیگه خود شما هم میفهمیم ماما جان که مشکل و گناه خود شما نه که خود شما دیگ بابا کرده یاد نداریم ما همینجا به دفتر کارمند داریم و میمون میایه برای ما دیگه نمیشه که مثلا خدا نخواسته ابرو ما پیش مردم بره که بگم آشپز علده نهاده شما همی بود چند پول برده بدین؟ ما 6,000 تنخواه ما بود 1,000 اضافه بودم 1,000 از حساب برج خود اضافتر بودیم بله اضافتر بودم بله سیه مشکل نداره رو عزیزی هم فدای سر شما ماما جان بفهمیدیم بله انی 5 هم بگیریم کرایه خود کنیم خیر بینیم کاکا خیر بینیم مقصد از ما آزرده نباشه نه کار مردم آزرده نداره یک روز هست یک دیگه باز اگر با این دعا به دفتر نفر به کار شد ما انشاءالله شما را بچه باز اگر کارگیری و برزنی و اینا که شد بردیم سلام و ارتبال عدیم خواهر باز ما با واقعا کار نفر به کار داشتیم شما رو باز خداحافظ زنگ میزنم بله خداحافظ شما خداحافظ خیر باشه خداحافظ خیلی ببخشید خیر ما دق شما دق نباشید نه ما دق نیم از شما ناراحت نباشیم خیر بینید بخیر باشیم خداحافظ شما خیر بینید زنده باشیم بابا بله شما چرا به درد شما نه؟ خب کار مردم عمل بیرو کردن دیگه شکر چری بابا؟ میگم تو بونه گرفتن که دیک تو شوره بینمه که تلاخه بسخته بچون چه کار ما مزده دیک تو اصلا نفهمیدیم الان بابا چه کار میکنی؟ هیچی چه کار کنی؟ شما به سر کاری بیده که من این 4 رو در اون جگاه بسته که مو کنی
خب گناه مکنی دیگه. گناه منه بابا. من برای دار و مدار من نخونی. نه من هم که کار کرده نمیتونم شما هم کار بیرون کنم ما چی بخوریم بابا. خدا مهربانه. صد تا کاره. من نمیفهم بابا اختیار خدا چی ما به شما بگیم. ما چه کار کنیم؟ سرمی کار بابا یک رقم خودی رو تیر میکنیم دیگه. بابا دیگه باید میپخته در اینا میکنیم که شما بابا بیرون حداقل نمیکنن دیگه. آخه انسای خود آورده. خب بابا حتما شما گفتن خود شما که میگیم بسخته شور شده بینمک شده خویش میکنید دیگه قدر پخته میکنید که شما بیرون نمیکنید. بابا جان من در روز میشه که باید آشپزی من چی میفهمم که اشتا دیگه پخته کنم اینا هر کدوم یک رقم مزه مایم یا خدای بابا چی میکنید؟ هر کدوم یک رقم خوشی دارم. بریم سلام بریم بابا خدا گیلک نگیره خود خود میبورم بخیر. سلام مشکلی شما آمد جان خوبی؟ خیریت بخیر خوب هستی؟ دیگه پای گیلک به خونه یه؟ گیلک ازم دیرو شکر الحمدلله برکت شرکت آشپز از که؟ از دیرو کدی شرکت؟ امی شرکت عباس امی عباس همسایه شما؟ بله حالا بیکار نیه گیلک؟ نه من خصوص بریم و خودم منه و می سیاه سیار امروز 10 باری پشت سیاه میفته که برای بر که میریم گیلک گفتم بیکاره چند وقت پیش به اون گفتن که بیکارم و من یک کاره گفتم باشه بیام خدا خوب برای من چکار کنم خب خیر باشه دیگه من مر ببرم میتونی خود بگیری بدون به سیاه با تام نفتی مثل مطمئنی؟ جان کار میکنی؟ روز چند بدون تو؟ روز چند نمیدونم ها؟ روز چند نمیدونم روز یک سیدی بدون کار میکنی؟ باش بگم رفت بگم باشه بگی؟ برو بگو سر که اگه دل تو ماستک آره من میرم بیا یک دیگه ساعت چند بجه آته قبل از چاش بمید دله بالا ما این برم نو بجه تا 10 بجه برو سر که اگه میشه بیا یک بریم خودت هم اینجا باید سعی کنم میتونی کار کنی خودت می باش بگم اول خبر میدی؟ آه برو بگو اگه آمدنی بیدی با بیاد میدی بیا با من بگو